یه شب یه آشنای عجیب پیدا شد. پیمان همیشه شبها دیر میخوابید. گوشی دستش بود و یه چرخی تو اینترنت میزد. اما اون شب خاص یه چیز عجیب دید. یه نوتیفیکیشن اومد با یه لینک ناشناس. میخوای حقیقت رو ببینی؟ کلیک کن. کنجکاو شد، کلیک کرده یه صفحه باز شد. ولی چیزی که دید خودش بود. یعنی دقیقاً تصویر خودش. همون لحظه، همون جایی که نشسته بود. حس کرد یکی داره نگاهش میکنه. ولی اطرافش کسی نبود. تصویر شروع کرد به حرف زدن. ولی اینترنت قطع شد. اما یه پیام اومد روی صفحه. حالا که دیدی دیگه نمیتونی برگردی. پیمان از ترس گوشی رو پرت کرد. ولی صدای نوتیفیکیشن ها هنوز می اومد. چیزی که تو صفحه دیده بود فقط یه تصویر نبود. یه نسخه دیگه از خودش بود. ولی چرا؟ قرار بود چی بشه؟ مرسی که تا آخر ویدیو همراه من بودی. لایک و سابسکرایب یادت نره. تو کامنت ها هم بگو کدوم بخش رو دوست داشتی یا واسه ویدیوی بعدی چه پیشنهادی داری.